این 4 چیزو هیچ وقت به مادرتون نگید. 1. تو واسه ما چی کار کردی؟ این یعنی داری به کسی که همه زندگی و خواب و رویاهاشو به پای تو گذاشته اهانت میکنی. مثل اینی که به خورشید بگی نور نمیده. این حرفا عین یه خنجر میره تو دل مادرها. 2. تو هیچی بلد نیستی. اگه هیچی بلد نبود که بهت راه رفتن یاد نمیداد، حرف زدن یاد نمیداد، وقتی میافتادی بلند نمیکرد. شاید با موبایل کار کردن و بلد نیست، ولی بدون اینکه دردتو بگی میفهمه. علمش از کتاب نیست، از زندگیه. همیشه بهش میگی گیر نده گیر نده. بابا اون که گیر نمیده، اون عاشقته، نگرانته. 4. من هیچ وقت بهت نیاز ندارم. هیچ وقت همچین حرفیو بهش نگو، چون همه چیزشو با عشق و فداکاری به تو داده. این حرفت محبتشو کم جلوه میده. زبونم لال وقتی که از دنیا رفت، اون موقع میفهمی واقعی ترین عشق دنیا کی بوده.